شامل چه مواردی میشه؟ حساب سخت و کلیه، خیلی سخته. long story short، برنامه ایدئال شامل این موارد میشه که یک، برای چی میخوای برنامه ایدئال داشته باشی. دوباره به هدفت بستگی داره دیگه. مثلا برنامه ایدئال یه موقع است که شما میگی که خیلی خب من 2 هفته دیگه امتحان علوم پایه دارم، برنامه ایدئال واسه من چیست؟ برنامه ایدئال واسه شما این است که در تمام این 2 هفته بشینید دهن خودتو سرویس کنید و درس بخونید. یه موقع دیگه است میگی نه، برنامه ایدئال برای من چیست؟ من 2 سال دیگه امتحان علوم پایه دارم. خیلی خب اون موقع برنامه ایدئال برای شما این است که شما هر هفته به شدت تفریح بکنید، کنارش درس رو به صورت خورده بخونیم و چی میگن. برای جواب کوتاه به سوال شما اینه که خیلی بستگی به شرایط داره و یه جواب کلی که من نمیتونم اصلا بدم، ولی میگم بستگی به شرایط کلی داره. ببخشید اکثر جواب سوالایی که می‌پرسید جوابش اینه که بستگی به شرایط کلی داره، به خاطر اون حرف اولیه که زدم میگه، به خاطر اینکه همه چیز پرسونالایزده. من میدونم ولی آخر شب امتحانی مجبور میشم قهوه بخورم و ریتم بدی به وجود میاد. خب کنارش یه دونه پروپرانول که ریتم بدی به وجود نیاد. دکتر چطوری میتونم حجم بالای مطالب پزشکی رو با رشته چجوری حجم بالای پزشکی رو با مطالب رشته هندل می‌کردید؟ فکر می‌کنم به خاطر اون بحث مهمی که گفتم دیگه، نقطه پایانیامو میدونستم. هر چند به طور مثال برای من ریاضی نقطه پایانی اصلا نداشت و حالا از قضا یهو اومد به کارم و من افتادم توی هوش مصنوعی و فلان و اینا که خب الان به شدت به کارم داره میاد و خیلی خوشحالم که ریاضی خوندم واقعا، ولی اون زمان اصلا هوش مصنوعی اینقدر وجود نداشت که اصلا من بدونم چی هست. ولی من اون موقع ریاضی رو بعد واسه این خوندم، من موتیویشنش رو داشتم، واسه این خوندمش که دوست داشتم یاد بگیرم و این موتیویشن برام به شدت قوی بود. و از سمت دیگه من پزشکی رو خوندم چون دوستش داشتم و یه سری چک پوینت های خیلی بولد هم توی پزشکی برام بود. یعنی من واقعا موتیویشنم خیلی محکم بود. و وقتی میگم شما موتیویشنت محکم باشه راهش رو پیدا میکنی. میدونی موتیویشن مثل چیه؟ موتیویشن مثل یه میخه که تو رو کوبیدن که تو میکوبی بهش، بعد فرض کن شما مسیرت مثل یه کشه، تو میتونی از مسیرت به شدت دیوییت بشی، ولی اگه میخواد محکم باشه در نهایت برت میگردونه به مسیر. این خیلی مهمه. اون میخا رو محکم داشته باشین به شدت کمک میکنه. یعنی من اگه بخوام در یه پاراگراف کوتاه جواب بدم اینه که چون که موتیویشنم سر ریاضی خیلی محکم بود، سر پزشکی خیلی محکم هست. منظورم اینه که به عنوان دانشجو چقدر روی درس سرمایه گذاری میکردم؟ خیلی. من باز میگم اینا پرسونالایزد دیگه، این دلیل نمیشه یک راه من و طرز تفکر من درست باشه. من دوست داشتم و دوست دارم وقتی یه چیزی رو میخونم یک بفهممش چیه، چرا، نتیجهش این میشه اتوماتیکلی اکتیو لرنینگ میشه. خب یعنی مثلا یه نفر بالای اون دارو گفت لوپوس، مثلا یه نفر اگه میگه که توی درس لوپوس میخونید که چه میدونم آدم گونه‌هاش سرخ میشه، من دوست دارم بدونم چرا سرخ میشه و در جهت اینکه بدونم چرا سرخ میشه میرم 4 تا کتاب اینور اونور بالا پایین میکنم. خب گوش بده اینجا چه اتفاقی میفته. اصلا برام در درجه اول اصلا مهم نیست که کرایتریای لوپوس رو حفظ کنم. سوال برام اینه که من چرا یه آدمی که لوپوس میگیره اینجاش سرخ میشه. میرم اینو نگاه میکنم، سرچ میکنم، بنابراین از این یه دونه جمله من 10 تا جمله مرتبط میخونم. احتمال 99% از اون 10 تا تقریبا همش یادم میره. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ به صورت اکتیولی من برام لوپوس انکد شد که لپش قرمز میشه. تموم شد. به خاطر اینکه با یه عالمه چیز اومدم بایندش کنم. من پزشکی رو اینجوری میخوندم و میخونم که هر چیزی که میخونم میخوام ببینم چرا اینجوری میشه، چرا نتیجهش این میشه که به صورت اکتیولی یاد میگیرمش. نتیجهش این میشه که پس خیلی روش دارم سرمایه گذاری میکنم. و از قضا چون اون آپشنای اون موتیویشنایی که من برای خودم دارم به شدت در راستای اینه که باید روی درس سرمایه گذاری بشه، بنابراین اتوماتیکلی دوباره سرمایه گذاری بیشتری رو هم روی درس میکنم.
نمیدونم تونستم چیزی که تو ذهنم میگذره رو منتقل کنم یا نه. موتیویت نشیم در چه حالی؟ در هر حال که خب هیچ چی دیگه قربونت برم. اگه اون نقطه بدونی چیه مناسبت هم باشه ولی موتیو نشی یعنی مناسبت نیست. این فرض جمله شما غلطه. موتیویشن یعنی اون چیزی که تو رو موتیویت کند دیگه. وقتی میگی من موتیویت نمیشم یعنی اون اسمش موتیویشن نیست، یعنی اون نقطه درست شما نیست. این خیلی مهمه بچه‌ها. این احتمالاً یه چاله‌ایه که خیلی همون توش گیر افتادیم و میافتیم. اون نقطه اگر شما را موتیویت نکند اسمش نقطه موتیویشن نیست. چون نقطه موتیویشن بای دیفالت بای دفینیشن باید شما رو موتیویت بکند. مونم میک سنس؟ حرفم میکنه؟ ممنون میشم یه فیدبک من بدید. چقدر کار کردن رو در نظر میگیرید؟ یعنی منظور کنار درس خوندنه آیه محمد نیایی؟ منظور کنار چیز درس خوندن کار کردنه؟ اوکی. من یه سری بچه‌ها رو که میبینم توی چت هستن میدونم من خیلی کار میکردم موقع درس خوندن، خیلی، و به نظر من خیلی خوبه کار کردن که درس خوندن، خیلی خوبه و خیلی خوبه دیگه. من در نظر میگیرم که کنار درس خوندن شما کارم میکنی. حرفای من برای کسی نیست که نشسته تو خونه، برای کسی که داره کارم میکنه. اگه نشستی تو خونه که دیگه خیلی این حرفای من برات من، ولی اگه نشینی تو خونه به نظر من به شدت اپلیکیبل هست. این که میگید اول می‌خواستی یه رشته برید و هدف گذاری کردید، ما که ترمای پایین هستیم و وارد بالین نشدیم، خب بچه اساسا انتخاب مهم نیست. بر اساس بر همون اساسی که من فکر می‌کردم می‌خوام برم اندوکراینولوژیست بشم، اصلا مهم نیست. هر موقع پیش ببین، فقط اینو باش، تو اوپن باش به چنج. خب شما اوپن باش به چنج و هر موقع که دلایل کافی برای جمع شد که من لازم هدفمو عوض کنم، اوکی باشه که بتونی عوض کنی. تمام همین. من مثلا اسپاین سرجن شدم اصلا نمی‌دونستم چیه. حالا خیلی حس می‌کردم خیلی خفن و با کلاسه. تلگرام موقعی بود که اسپاین سرجن خیلی خوبه. خب بعدا یکم بیشتر درک پیدا کردم، فهمیدم که خب نه، این من نیستم. ببین چی میگم؟ خیلی مهم نیست الان بر اساس هر چی شده انتخاب کن. اگه حتی رفتی مثلا چه می‌دونم یه آدمی رو میشناسی دکتر پوسته و فکر می‌کنی دوست دارم این بشم، بگو من می‌خوام برم پوست مثلا این در رابطه با رشته است. اوپن باش. فقط صرفا مهم اینه که به چنج اوپن باشی. من میدونم که باید با سوال درس بخونم، ولی نمیدونم چقدر کجا میشه با سوال تشریح پیش بره و چقدر کجا بهتره تست بزنید توی دانشگاه. قطعا زمانی که یه درسی هست که امتحانیه و اون نمرش مهمه، تشریح رو بکن. به نظر من دو مدل درس خوندن وجود داریم. فکر می‌کنم من در واقع رو بیو بخوام سریع باشه. به نظر من دو مدل درس خوندن داریم. یه مدل درس خوندن، یعنی حداقل من اینجوریه، یه مدل درس خوندن تشریحی و چرا و چقدر و کجا که اکتیوه، یه مدل درس خوندن شب امتحانی که این دو تا واقعا کانسپت‌هاش متفاوته و میزان ماندگاریش تو حافظه بسیار متفاوته. به نظر من شما در برنامه ایدئال، یکی پرسید برنامه ایدئال چیه؟ این برنامه ایدئال از نظر من. به نظر من در طول ترم، در طول زمان خیلی خوبه که آدم اکتیولی درس بخونه، چرا چگونه چی. ولی من با سوالی که زهرا حسینی اون اول پرسید کماکان بسیار موافقم که نمیشه همه چیز رو اکتیولی انکد کرد. شما با این کار میتونید مثلا 30% 40% مطالب رو خوب یاد بگیرید، ولی اون آخر کار واقعا فقط تستی خوندن، فقط حافظه کوتاه مدت کار کردن، فقط میچسبونی اینجا، فردا صبح که از امتحان اومدی بیرون یه اینجوری کنی همش میریزه. و به نظر من این دو تا استراتژی برای دو تا چیز متفاوت، ولی الزامی نداره که یکی برای یکی دیگه ارجح باشه و الزامی نداره که این دو تا رو نشه با هم انجام داد. یعنی برنامه ایدئال به نظر من اینه که شما اکتیولی درس بخونید در طول ترم، دو روز آخر رو بچسبونید اینجا، رفتی امتحان بدی اینجوری کنی برید برگشت کنید و اون 30% 40% است که برای شما میمونه. این خیلی مهمه. اون چه که اکتیو یاد گرفتیم برای شما میمونه. به همین علت هست که اکثر خروجی‌های فارغ التحصیل ما هیچی بلد نیستن، با اینکه امتحانش پاس کردن
وقتی اینکه اینا اکتیو درس نمیخونن، همه اینجا میچسبونن، فردا صبح که میان بیرون همش اینجوری میشه، همش میریزه پایین. اون چیزی، این خیلی مهمه، اون چیزی برای شما میمونه که اکتیو درسش میخونید. پس اون چیزی که براتون احتمالاً مهمه رو اکتیو باید بگیرید.